سلام علیکم. امروز قرار شما رو ببرم توی رشت، دیار میرزا. صبحونه و نهار و شام و مهمون من باشید. شما رو یه جایی ببرم که کیف کنید با هزینه کم، قیمت مناسب و کیفیت عالی. عالیه، بی‌نظیره. میخوایم بریم با هم دیگه اول صبحونه بزنیم. صبحونه کجا بزنیم؟ پیش آقا رمضان. رمضان کجاست؟ تو بازار روز. بازار روز کجاست؟ حتما میرزا رو که دیدی مستقیم همین رو میری خیابون سعدی. مستقیم که رفتی یه 5 دقیقه است میرسی به میدون به اسم میدون پدر. دست چپت میشه بازار روز و وقتی رفتی داخلش انتها لاین 1 2 3 آقای رمضان. یه مغازه کوچیک جمع و جوره، باحاله. پس بزن بریم به سوی آقا رمضان. یه ویدیویی دارم میگیرم آخه 8 صبح مگه کسی میره صبحونه بخوره آخه؟ ولی به عشق شما دارم میرم. همونطور که میبینید ما داخل بازار روزیم. لاین وسط، شما لاین وسط رو که میری داخل دست چپ یه مغازه است به اسم آقای رمضان. صبحونه میده باقلوا. الان میریم اونجا. بچه‌ها اینجا جایی که ما میخوایم صبحونه بخوریم. لاین وسط رو که اومدی آخرین مغازه دست چپ یه مغازه کوچیکه. یکی از قدیمی ترین جایی که صبحونه میده تو رشت. خب بعد تخصصی هم املت و لوبیا و نیمرو ایناست. کره و عسل اینا هم داره، ولی ما یه شاپوری سفارش دادیم. شاپوری مخلوطی از لوبیا و تخم مرغه. من با لیموناد سفارش دادم، تارا هم چای سفارش داده. بفرمایید یه دونه لقمه بزنم بهش خودتون. اینجوریه به این صورت. میذاری یه پیاز هم برداریم زیر روش. بفرمایید. آقا رمضان خیلی مخلصی. قربانت برم بلند. چند سال مشغول به کاری اینجا؟ 40 سال عزیزم. 40 سال. تخصصی داری صبحونه کار می‌کنی؟ فقط هم املت و لوبیا و مسائل دیگه. یعنی از بچگی تو این بازار؟ بله بله. دمت گرم. ما مشتری ثابتیم، همیشه میایم. خیلی هم باحاله، خیلی هم کیف میکنیم. چاکرت. یه چیز بهتون بگم، اینا سه نفرن. فکر کن 30-40 سال با همن. همیشه با همن موقع کار. خیلی باحاله. خیلی باحاله. عروسی‌ها داره دوربینو میگیره رو آدم. آره. بعد اینکه من غذامو خوردم، یه چایی هم به عشق خودتون دارم میخورم و منتظر باشید میریم الان صحبت دیگه میکنیم با هم دیگه. یه ذره خوابم میاد فقط. 70 روزه که من از تو خبر ندارم. سلام بچه حتما بیاین اینجا، حتما بیاین کیف کنین. بیا داخل رو بگیر. آره خانوما آقایون راحت میان اینجا، غذاشون رو میل میکنن، کیف میکنن. یه محیط تمیز و با عشق و جمع و جور. شاکرم. آرمزان طلا. شاکرم. مخلص. آقا اجازه. خدا نگهدار. غذا خوردیم کلاً شد 120,000 تومان. تو با 120,000 تومان چی میخوای بخوری؟ سیر بشی. 2 تا چای خوردیم، املت لوبیا خوردیم، لیموناد خوردیم. خیلی کیف داد. خوشمزه است، تمیز، دنجه. کیف میکنی سر صبحیه. آقا اومدیم بازار رشت. بازار رشت قرار شما رو ببرم یه جای خفن. هر وقت اومدین میتونید بریم اونجا نهار بخورید. همش شما رو بردم پلو کباب خوردید. حالا من شما رو یه جایی میبرم که از پلو کباب و باقالی قاتق و میرزا قاسمی همه چی داره. قیمتش هم خیلی ارزونه. هم شما بازار رو میبینید، هم یه نهار خوشمزه میخورید. حالا این تابلو بازار رشت رو دیدین؟ همین مستقیم میریم داخل. بریم. شما این بازار اومدی داخل میدون تو. خب
این شکلات فروشیه به اسم شکلات فروشی سامان. این میدون پره دیگه. آره بازار رشت. اینجا میوه فروشی، این ور شکلات فروشیه. این شکلات فروشی و این همون شکلات فروشی که من گفتم اینجا. همین دست راست میرید مغازه افشین. حالا میریم ما هم دیگه نیستم بگی شبیه نوید محمدزاده نیست. هر سال شبیه یکیه. پارسال شبیه معین. الان نوید محمدزاده توی فیلم زودپزه. عکسش رو میذارم بعد بیاد. اومدین اینجا اصلا یادتون رفت میثم رو دیدین، نوید محمدزاده رو دیدین، ازش سوال کنین آقا غذاخوری افشین کجاست؟ بهتون آدرس میدم دست داد. مهدی نمیخوای معرفی کنی؟ نمیخوای معرفی کنی؟ بازار رو که اومدی غذاخوری افشین. کارش حرف نداره. اینجا غذاخوری افشین. منوش هم همه چی داره بچه، از غذاهای سنتی و محلی تا حالا غذای گل و کباب. چون اینجا وسط بازاره همه چی می‌بینی، از ماهی و بازار میوه و تره‌بار و همه چی هست. همینجا آشپزخونه شونه. وای کلی. آی خیلی خوشگل شده. یه دونه کولی هم برای ما بذار. بعد اینکه تره باقلا و سیرو. من یه اشبل سفارش دادم. این خاویار ماهیه بچه، شورش میکنن. تخم ماهیه. آره تخم ماهیه. اینو شور میکنن با غذاهایی مثل ترش تره و باقالی قاطق میخورن. اینم کولیه بچه، ماهی کولی خیلی پرطرفداره توی شما. اینم که زیتون پرورده است 100%. آقا افشین میخواد آموزش بده. حتی پن میشه. دمت. به همین راحتی بود؟ یه دونه به ما نمیگی چند ساله تو بازاری؟ 10 سالی میشه. 10 ساله تو بازاری. کارت حرفه‌ای؟ به طور حرفه‌ای 10 ساله تو بازاره. بعد یه کار خیلی باحالی هم که میکنن اینجا برای زندانی‌ها، درسته؟ برای افرادی که نیازمندن. شما میتونی هر چقدر خواستی کارت بکشی. افشین دیگه خودش کارش درسته. کارای روزانه اونجا نوشتیم روزانه که غذای پست غذا برای افرادی که اصلا نیازمندن میدیم. بعدش کسی که موارد داشته باشه که کارت میکشه. اصلا شما میخواید که کمک کنید به افراد نیازمند غذا هم میدن. حالا شما دوست داشتی میتونید پول بدید. حالا اول اصلا باقالی قاطق من یه تست بزنم بچه‌ها. یه کارو بگیریم. بعد روش داره اشبلو میذاری روی کار. این اشبله خب. بعد زیتون پرورده داری کار رو زیتون پرورده و اشبل و باقالی قاطق و یه دونه هم باقالی. فوق‌العاده است. واسه بیاین دیگه. ماهی هم کولی و شما میذاری روی کار. باقالی قاطق رو میذاری روش اینجوری. همچنان اشبل باید باش. اشبل هم میذاری روی کار. حالا دلیلش میدونین چیه بچه‌ها؟ به خاطر اینکه اشبل یه شوری داره. باقالی قاطق چون یه ذره شیرین تره وارد باقالیشه دیگه. اونو تکمیل میکنه. بفهم.
کی بودن؟ خیلی خوب. آها میرزا قاسمی. آقا ما قاشقمون رو میزنیم دیگه، قطعه خودمون قاشقمون میزنم باید نگیم. عاشقش میشیم. خیلی خوبه بچه ها. خورد اینجاتون خالی، تو اینجا حتما بیان میل کنید، عشق کنید، لذت ببرید. آقا ابوال آشپز اینجا کارش حرف نداره. بعد حتما هم برنج محلی بگیرید. خب برنج خارجی نگیرید، اومدید اینجا برنج محلی بگیرید. خب الان هم داریم میریم شام بزنیم. شام کجا میزنیم؟ خیابون شریعتی، راسته کباب کثیفاست. درسته؟ میدون شهرداری رو بگی، ساختمون شهرداری دقیقاً روبروش. خب دقیقاً روبروش از اینجایی که شما میبینید خیابون شریعتی، راسته کبابی هست. کباب یه سر کبابی هست. من چرا فرار میکنید؟ فکر نکنم. راسته کبابی هست، مستقیم تا دوردست. هر نوری که میبینین کبابیه. این همون جاییه که بهش میگن همش گوشته. چقدر خوبی تو؟ خب اومدیم اینجا کبابی دایی غلام. یه سری چیزا سفارش دادیم که الان میاد، باید آماده بشه. فقط این که سعی کردیم تنوع بدیم که آشنا بشید با کبابا، و اینا گوشت رو که دیگه همه خوردن و مرغ همه خوردن و کسایی هم که وگنن یا حالا وجن، قارچ سوخاری و یا قارچ سوخاری، قارچ کبابی و پنیر کبابی هم هست. یه گوجه هم مثلا میتونم بخورم، یه بقیه چیزا رو فکر نکنم بتونم بخورم. فکر نکنم. بعد اینکه الان ساعت نزدیک 1 شب 1 خورده شلوغه. حالا خیلی نسبت به روزهای قبل خلوت‌تره، خیلی خلوت‌تره، چون وسط هفته است. یک شنبه سگ نمیاد شهر. سرد هم هست، یه ذره هوا سرد شده. تو در کلی حالا بذار غذا آماده شده، بگیر اون غذا رو عشق کنن، درخت دارت کن. بچه‌ها ما اینا رو سفارش دادیم. یه دونه کوبیده پیچ که دورش چربیه، داخلش هم مواد کوبیده است. بهاره که لوز المعده گوسفنده. اینم شیرین گوشت که روده گوسفنده. اینم پستان. چیه خنده رو لبت اومد؟ پستان اومد. اینم دنبلان. دنبلانه که همون جای خصوصی فلان، خیلی هم خوشمزه است. حالا بریم تستش کنیم. مهدی به نظر کدوم اول؟ 100% دنبلان. 100% دنبلان. فلفل بزنید. 100% دنبلان. نمک زدم. حالا یه ذره به خاطر بچه‌ها نمک فلفل حتما بزن. بفهم. یاس. فود بلاگر باشه داداشی. پیاز رو حتما در دستور کار قرار بدید. همونطور که صبحونه پیاز خوردیم. بفهم. احساس میکنم که یه گوسفندی داره من لذت میبره. درست مرحوم شده ولی روحشون دنیا داره لذت میبره. آهای هرون داده ها، من هنوز زندم. حالا نخوردی؟ دوست ندارم. آقا یه چالش بزرگ. نه آبش اینجوری پاچید. نه گفتم. بچه‌ها اینجوری کشیدم آبش پاچید، دادم توش هنوز مونده بود. چندش. ولی خیلی خوشمزه است. سلامتی. بهتون گفتم از تو تموم این گزینه ها من فقط
کوبیده پیچشو دوست دارم همون حالا فقط یه دنبالان تست کن. واقعا شیرین گوشت هم یه ذره میخورم. همین جگر میده. خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. آها دنبالان داره تست میکنه این بازیکن. بذار تستشو ببینیم. من هیچ وقت چیزی رو بی تست نمیذارم، یعنی همه چی رو امتحان نشون میدم. می‌خواستی خالی خالی می‌خوای رو بانون نمی‌خوای. میخوام مزه نون بشوردش. بسم الله الرحمن الرحیم. بذار این بگی. آها دنبالان یه وری دیگه یه همین. خب بهار خیلی خوشمزه است. قیافه اونو بگی. خوبه. قابل خوراک هست که اونجوری هم نیست. اسمشو فراموش کن به نظر من. حاجی مثل اینکه دوست ندارم. حاجی آقا اینم بهاره است. حالا نظر تارا رو بعد میپرس. این بهاره است. لوز المعده گوسفند. تیکه سفارش میدی با توجه به انتخابای زنش عاشقشم. خیلی خوبه. چی؟ برای تست گرفتیم که برای تست اینکه داری چی میخوری آدم اذیت میشه. نمیدونم. بخاطر همین؟ نه یه خورده برام بو میده. آقا دیر نپرس. بوی زیر بغل مار. آقا ولش بغل مار اصلا زیر اصلا بغل نداره. ساکت شو مهدی. اصلا آدم تو لذتی نیستن که بتونن این چیزا تحمل کنن. الان بهارک رو خوردی؟ آره بهاره رو بخور تست کن. آه یه چیزی شیرین گوش بچه شیرین گوش خوشمزه ترین کباب به نظر من. شیرین گوش بیا بگیر. این بچه شیرین گوش رو فقط با زکریای رازی یه بار امتحان کنید ببینید. چربیشو نگاه. البته فکر کنم بقیه شهرها شیرین گوش هم خوشگوش دارن. خوشگوشت میگن. آره میگم خوشگوشته. دوستمون چون بچه ایران نیست اصفهانی. من اینجور سال خوب میشه. این یعنی چجوری بکنیم نصف بکنم دارم رفاهم بکنیم. اینو حتما شما هم بزنید بفهم. بهارکش خیلی خوشمزه است. خوردی؟ خیلی خوشمزه است. واقعا مثل اونه. واقعا خوشمزه است. بهارک کیه؟ اما حالا دلم میگم بهارک. کلا 3 دقیقه است اسمش شنید. چیزی من عادت اینجوری عادت کردی. کردم. پستان هم دیگه بچه شما میدونین کجاست. خیلی خوشمزه. همه بگین کجاست. اون جایی که شیر میده. چی میده؟ شیر میده. غذا تو با. بچه‌ها بگیش این نمیده. این چی بود دارم میگم بهاره. تو بهاره رو نشون بده. داره میخوره. ما هم داریم پستون میخوریم. طبق عادت هم 2 تا هایت میخوره. بهاره رو دوست داشتم. آقا اینم پستون یا پستان. خیلی هم عالی. مثلا تو چجوری نمیخوری من مونم. بهاره رو من دوست داشتم. بو میذاری جای بعد نه. تو زبان محاوره بهش میگم نه. خجالت بکش من یه چیز بگم. پستان رو من زیاد دوست ندارم. ما خیلی دوست دارم. نه طعمش رو دارم میگم. نرمه. پستان باید نرم باشه. جدی توی کبابا کباب پستان واقعا باید نرم باشه. خوش باشه دمیو اذیت میکنه. جز کباب. اینم کوبیده پیچه بچه. اینجا همون شیرین گوشت رو خب نازک میکنن دور مواد کوبیده میپیچن همین حالتی. پرده نیست میگه پرده با پرده همون دیگه فرق. اینا اینجوریه. من دونه خارزن من میخوام بخورم. جمله داشتی؟ گفت نون خارزن رو من میخوام بخورم. نون خارزن چیه؟ چون میگن به خارزن نون زیر کباب. اوه. یعنی خاره که میگی بهاره رو من خیلی دوست داشتم. چرا خیلی میگن بفهم. شما وقتی با یک خانومی وصلت میکنی خواهرش نون زیر کباب همونقدر لذت بخشه. خدا شکر من خواهر ندارم. خیلی ممنونم قربون چقدر خوشحال شدم شما رو دیدم. صفا چون مشکل معده داره نمیخوره و یا نه این الان اسب میبینی که مثل اسب داره میخوره. این آخریرم بخور نوشه. خوبه. یالدا. رولو خوردی؟ رو دوست داشتم. بهاره رو خیلی دوست داشتم. تو چی؟ تو که اسبی. من پاییزمستونم دوست ولی تو چقدر عزیزی قربونت برم من. اینم مخلوطی از دنب و بهاره. یه پستونم بذار. پستونم بذارم.
دیگه تمام جاهای خصوصی گوسفند رو داریم می‌خوریم. از لوزالمعده، پستان و اونجا گوسفند یه ترکیب عجیبی قرار بزنیم و پیاز. سلامت. میشه جان. خیلی خوبه. واقعا خوشمزه. به نظر بچه‌ها کدومی که از این آیتم رو امتحان کنن؟ 100%. نه کدوم یکی رو تا حالا امتحان کردین نظرت راجعش بگو، کدوم رو تا حالا امتحان نکردی و دوست داری تست کنی. من میتونم یه نظر بدم؟ آره. بستگی به اون شخصیت داره. اگه خانوم باشه ممکنه دنبالان قبول کنه، اگه آقا باشه پرسون. درد و نفرین بچه‌ها یه دونه دنبالان مونده. این دنبال اونو میخوام بدیم به حامدی. نه من خوردم. من دیگه نمیخورم. پستان نه این دنبالان. داشت من زیاد با پسرا در میونه خوبی ندارم. بچه حداقل 700 میلیون دیگه. البته اگه زنده بود دیگه، حالا بنده خدا فوت شده. اینا میدونی که چیکار میکنن اینا کبابی. اینا میرن اهدای عضو پر میکنن. بعد میگن خورد. خیلی خوبه. به خود دنبال خیلی خوشمزه است. یه گزینه لاکچریه بچه‌ها به خدا. آره هر جایی هم ندارم. بعد توی یه تایمی هم اگه یادم باشه اشتباه نکنم حرام اعلام شده بود. کلا توی رشت هیچکی نداشت، مثلا قاچاقی بود. الان چی میچسبه بعده؟ سیگار. چای نبات. تو اصلا تو باغ نیستی دارم ویدیو میگیرم نه؟ کانم من خدا گیری میچسبه. آقا بچه‌ها الان چی میچسبه؟ چای نبات. چرا نگفتی سیگار؟ الان من برم اینجا حساب کنم. مطلب من خود لایجام میاد. هیچ درآمدی نه. بچه‌ها لایک میکنن دیگه. این از اون پاپت کمتره. چرا نمیمیری؟ چرا بمیرم؟ گناه دارم. آشغال خدا نکنه شوهر منه. تو دیروز نمیگفتی بمیره؟ اون وعده دیشب بود که پشت در مونده بودن. یه پایان کار اومدیم چای بخوریم. کجا چای بخوریم؟ کافه سید. کافه سید انتهای سنگفرش، یعنی اول سنگفرش و سعدی. اینا کن کیوسک نگهبانی رو بگیر. آره. اینجا هم یه دکه هست به اسم دکه رشت. بغل دکه یه دونه چای فروشیه که چای فروشی سیده. چای زعفرون بچه‌ها سفارش دادن، ما چای ساده سفارش دادیم. الان سید هم میاد، با سید هم یه صحبت ریزی هم می‌کنیم. آقا اینم چای مخصوص آسیه ده. چایش برای کجا هسته؟ خرطوم کجا میشه؟ جیرده. سه چند وقته اینجا چای ده؟ کنم با امسال 5 سال میشه. 5 سال تخصصی چای. اونجوری که تخصصی بالای 20 ساله. بالای 20 سال. با 20 سال هم بیشتر. ولی 5 سال اینجایی. 5 سال اینجا نمیخوای آدرس بدی چجوری آدرس بدی؟ این ور میشه رابند، انتهای رابند سعدی. از این ور میشه اوله بعد بازار روز. از این ور میشه بعد بازار روز. ایوه. ایستگاه سعدی گلسال. چه چایایی داری سه؟ ساده، دارچین، زعفران، آلوبالو، حالا اخته هم اضافه میشه. اخته و چای ترش هم اضافه میشه. توت فرنگی نمیاری دیگه؟ امسال احتمالاً میزنم. احتمالاً رشته خشکا هم داره. رشته خشکار خونگی. انواع باقلوا و بامیه داره. کاکا هم داره. الان کاکاش تموم شده. یعنی کاکا رو براتون میآوردم. زمانی که ما چای میزدیم، اول زده بودیم اینجا، هیچ کی چای نداشت تو خیابون. قبل اصلا کسی چای نداشت. اولین یه جایی با ایوی اولینای اونا مثلا چای داشتن که اونا مثلا اون موقع هم چای داشتن، اینجوری میستندلی نمیذاشتن، این سر پایی بود.
2 نفر بود اونجا، فقط سر پای یارو میخورد اینجوری میز صندلی رو ما زدیم دیگه، همه تو خیابون زدن دیگه. هنوزم مرد چای آلبالو رو بلد نیست. چای آلبالو اینجا حرف نداره، بلد نیست هنوز چای آلبالو. روز میگفت لواشک میریزن توش، توی آلبالو لواشک میریزی. چای سیاهه، اکثر جا میری تو نگاه کنی چای سیاه، چای نباید سیاه باشه. ولی میگه یه جا رفتم چای خودم چای سیاه، چای باید قرمز باشه، چای خوب قرمزه. طعمش چی باشه؟ چای رو اکثرا که مثلا یارو مثلا میذاره، اکثرا مثلا توی چای مثلا چیکار میکنه؟ غل میندازن. این اشتباهه. غل میندازه که مثلا چای رنگ بده. چای به رنگ خودش طبیعی باشه دیگه. خودش باید طبیعی باشه. اکثرا چای رو مثلا میذارن روی سماور. نباید. اشتباهه. چای مثلا گرمای غیر مستقیم، مثلا کوره جداگونه داره برای خودش. بعد یارو میاد اینجا مثلا میخوره زعفران میخوره، میگه چرا تلخه؟ زعفران باید تلخ باشه دیگه. زعفران طبیعی تلخه. مثلا یارو هم باید گس باشه. آره گس باید باشه. مثلا یارو میگه نبات بزنم، میگه اگه قرار بود ببینم بهش نبات بزنم، چرا نبات بخور دیگه؟ میگه آقا نبات بزنم شیرین بشه، میگه آقا چرا نبات بخور دیگه؟ زعفران باید خود طعم زعفران رو بخوری. بعد چند شما باز می‌کنید؟ 5 این 6 چایی داره. بعد 6 دیگه چاییه تا روزهای عادی دیگه، علاوه خوبه تا 3 ساعتی هست. پاتوق ما همیشه همینجاست. بچه‌هایی که الان بگید بچه‌ها رو، از امیر و مصطفی موفرفری و حسین کاوش و بچه‌ها همه تو کامنت‌ها بنویسید حسین کاوش، لئوناردو. برای اختتامیه حسین چه شعری باید بخونه؟ شعر جهان سری دیگه. بچه‌ها حتما بیاین اینجا، اگه اومدین راش حتما بیاین اینجا چای بخورید. خیلی کیف میده. سید خودش هم آدم مشتی لوتی با مرام، چایاش هم حرف نداره. آره ما هم هستیم همیشه ساعت 9 به بعد دیگه همه هستیم. الان یه دونه شعر همینجوری بجز اون آینه زندگی بگو آقای حسین بگو. همون کارش که خیلی معلوم شد بود همونو بخونه. شالون شال زندگی. دیگه این شعر چیز بود، گفتم یاد شب اومدن کافتون نبودی یا اونو یا دل خوشگلی. تا اینجای کار اگه دوست داشتید لایک و کامنت یادتون نره، سابسکرایب یادتون نره. اومدن کباب بخورن، چی بخورن؟ دنبالان. شال سرخ تو موج مویت